خب آقا من همچنان نتونستم صندلیمو درست کنم چون کار یه دقیقه دو دقیقه نیست، خراب شده. بعد اون طرفم چشم درد دارم حاجی، وقتی عینکو میذارم اینجا جلو چشم نور بیشتری رو میگیره، نمیدونم چرا. حالا مهم نیست. همونطور که گفتم صحبت منو بذارید رو دور دو تا سریعتر ببینیم تا برسیم به مباحث فنی تر. البته این خودش فنیه. تا الان یاد گرفتیم که آه، تا الان یاد گرفتیم که بذار یه دقیقه این حرکت دیدی اومد بالا یه ذره، کنترل ال زدم. این تو واسه اینجا هر چیزی بنویس، بعد هر چیزی مینویسی یه کنترل ال میزنی صفحه میاد، واسه کنترل ال میزنی صفحه میاد بالا. خب نه اینکه پاک کنه صفحه میاد بالا، میبینی؟ اوکی. حالا ما اینجا گفتیم که اوکی ما یه سری پکیج داریم، مثلا یه سری برنامه نصب رو توزیعمون، یعنی همون مثلا دبیانمون با اپت آپدیت میره از مخزن میگیره، ببینه چه آپدیت هایی اومده، جدیداشو میریزه روی. اوکی. خوک راجع به اپت شو هم گفتیم که مثلا یه چیزی رو مثلا اگر شو بگیریم ازش، میره اطلاعات اون پکیج رو برامون میاره. مثلا یه چیزی که رو برنامه نصب نباشه، سلولوید اگه اشتباه نکنم، سلولوید نه آها سلولوید. اوکی. میره این اصلا این برنامه نصب نیست روی سیستم من، خب ولی چون میره از مخزن، وقتی اپت بهش که میدی میره از اون مخازن نگاه میکنه، اوکی سلولوید هست توی مخزن دبیان، خب اطلاعاتش برامون میاره، اسم پکیج، ورژنش، پرایوریتیش، سکشنش، سورسش، اینا رو توضیح دادم. مینتینر، اینستال سایز، زبونم گرفت، دیپندزاش، ریکامندزاش، بریکس. تو جلسه پیش گفتم دبیان یه چیز استیبله، یعنی اگر یه چیزی رو آپدیت بکنه یا بخواد نصب بکنه که با یه ورژنی و یا با یه پکیجی از توزیع شما در تداخل باشه، چیکار میکنه رو نصب نمیکنه. میگه بریک با گنوم MPV توی تداخل داری، یعنی یا باید اینو داشته باشی یا باید اینو داشته باشی، یا ورژن این مثلا باید پایینتر باشه یا بالاتر که خود دبیان چک میکنه. ولی الان میگه با این ورژن سلولوید با این ورژن گنوم این دوتا با هم تداخل دارن، یکیشو نصب بکنیم به یکیش به چخ میره. خب اینجوری داستان و همین. خب موضوع بعدی که میخوام بگم پس چی شد، اپت آپدیت و اپ آپگرید رو گفتم. اطلاعات یه پکیج، یا بهش میگیم پکیج، از این برنامه های شما برنامه ها تو ویندوز اسم میبردین، الان میگیم پکیج. برای اینکه دیگه راحت باشیم اسمشو میذاریم پکیج. و اینکه حالا بخواید اطلاعات این پکیج رو داشته باشین با اپت شو پیداش میکنید. حتما هم نیاز نیست که اون برنامه رو سیستمتون نصب شده باشه. یه موضوع دیگه دوباره کنترل میزنم میاد بالا. یه چی میخواستم بگم، اینکه اپت شو رو هم دیدیم. آها ما گفتیم اوکی اپت لیست داش داش upgradable باید به ما بگه که چه چیزایی برای نصب وجود داره. خب آپدیت کردیم، حالا چه چیزایی میخواد نصب بشه، ورژن جدیدش اومده و میخواد نصب بشه. اوکی با این قرار بود که به ما بگه چه چیزایی قرار آپگرید بشه. خب اگه یادتون باشه آپدیت کردیم، چیزی برای آپدیت وجود نداشت، پس چیزی هم برای نصب مجدد و آپگرید وجود نداره، پس لیست رو دان میکنه، فقط یه لیست رو میگه دان، هیچی وجود نداره. حالا میخوام ببینم چه چیزایی رو سیستمم نصبه. اپت میکنم، میگم اپت لیست کن، اپت پیمان اپت برو لیست کن داش داش اینستال، اونایی که نصب شده رو برام بیار. اوکی اینا چیزاییه که من رو سیستمم نصب دارم. خب مثلا پایتون 3 که اینا به خاطر دیفالتش هست. یه چی هست بهتون بگم،
میبینید این لیبا همون کتابخونه لایبرری هایی که بهتون گفتم دیپنزاش به چی وابستگی داره، مثلا اینا از همون لایبرری هست. و همین میبینید این همه چیز روی سیستم من نصب فایرفاکس و دیپنزاش در کنار هم دیگه. اوکی، من دوباره یه کنترل ال میزنم میام بالا. پس با این میشد اونایی که اینستال شده رو با هم ببینیم. یه موضوع دیگه ای که بخوام بگم، چی بگم که خدا رو خوش بیاد؟ اپچو رو گفتم، اپ لیست رو گفتم. آها، ما موقعی که میزنیم سودو، اول یه چیز بگم. وقتی ترمینال میاد بالا از یه پوسته استفاده میکنه به نام بش. این بشه، اینی که الان دارید میبینید بشه، یه پوسته به نام بش. خب که کامنت و همه چیز توش اجرا میکنید. نکته که میخواستم بگم اینه، ما موقعی که سودو میکنیم apt update، حالا من نمیخوام آپدیت کنم، کنترل سی میزنم میام ازش بیرون. قبل آپدیت کردیم، دوباره میخواد یه بره بخونه با این نت شخ میمایی چی اتفاق نمیفته. ببینید راست اینو بهت بگم، پیج آپو که میزنید، دکمه بالا رو که میزنید دستور قبلی تکرار میشه. بالاتر بزنید دستور قبلی، دوباره بزنید دستور قبلی اجرا میشه. خب یعنی میاره براتون، اینا توش کش شده و ذخیره شده. حالا کاری با اینو ندارم. موقعی که آپدیت میزنید و میره از مخازن میاره، اینا رو تو یه جایی آپدیت، اگر آپدیتی داشته باشه اینا رو تو یه جایی ذخیره میکنه. کجا؟ ور بین اپت ور لیب، ببخشید ور لیب اپت. چرا؟ بذار یه دقیقه من چک کنم. خب توی ببین این مسیردهیه. اگه یادتون باشه مثلا ما توی چجوری بهتون میگم، مثلا فرض کنید میریم توی کجا برم که من فایل داشته باشم. حالا مثلا میریم تو اینجا. خب دقت بکنید هوم اسلش دانلودز، درسته؟ یه مسیریه. اینم همین شکلیه. ور میریم توی پوشه ور، پوشه لیب، پوشه اپت و پوشه لیست. خب اینجا اون چیزایی که آپدیت شدن توی این مسیر قرار میگیرن، اون الس اولیه بهش نگاه نکن. اینجا چیزی که میبینیم یه سری مخزن هستن. میبینیم dep.depian or bookworm face front هر چیزی که هست اینجا. خب اینا یه سری مخزن هستن. هر کدوم از اینا رو که باز بکنین لیست زیادی از اپلیکیشن پکیج هایی که آپدیت شدن تو اینجا قرار گرفته. خب یعنی با هر آپدیت از این مخزن میاد اون چیزها رو تو خودش قرار میده. حالا میخوایم ببینیم توی این مخزن چه آپدیت هایی وجود داره. لیست میکنم، شما به اینم توجه نکنید. dep.debian بذار اینو کت کنم ببینم باز میکندش. چرا نمیخونه؟ خب خب یه دقیقه صبر کنید ببینم اینجا چه مشکلی پیش اومده. خب اگه صدای منو دارین که دارین قطعا. من یه چیزی که الان متوجه شدم این بود که خب من تو هومم بودم. حالا کاری ندارم، من میخوام این سی دیدم که ولش کنید، من بهتون توضیح میدم. دوباره میدم تو همون جایی که گفتم مخازن وجود دارن.
verliebt apt لیست cd میکنم توش و list میگیرم از dev dot debian dot bookworm main binary packages رو باز کنیم ببینیم چی توشه. خب میبینید اینجا پر از خیلی زیاده. میبینید مثلا پکیج فونت، پکیج این، یا مثلا کاکپایت یا هر چی دیگه. پکیج های مختلفی توی این مخزن قرار گرفتن، خیلی هم زیادن. خب هر چقدر ما بریم بالا این تمام نمیشه. اینا چیزایی که توی این مخازن قرار میگیرن، با کیو هم میاد بیرون. اوکی، تو هر کدوم از این مخازن ها یه سری پکیج قرار داره که وقتی با سودو apt آپدیت میره از این پکیج ها میخونه و میاره رو سیستم شما آپدیت میکنه. این از این. در مورد apt اگر چیز دیگه بخوام بهتون بگم دیگه چی داریم بگیم؟ بذار ببینم. خونه گرم حاجی، خیلی پخت و پزونه. آها، اگه یادتون باشه ما اومدیم گفتیم که اپت شو میگیریم، اپت شو میگیریم از یه برنامه‌ای مثل سلولوید. آها، یه چیزی بهتون بگم، میخوایم برای اینکه ادامه اون چیزو بفهمید چیه یا چه گزینه‌ای وجود داره، دو تا تب میزنیم. حالا مثلا اگه سلولوید بزنم، مثلا 2 تا 3 بزنم، مثلا میگه میتونین منظور چی هست؟ اینه سفام چیه اینا؟ مثلا پکیج های مختلفی هستن دیگه. اوکی، توی اینا سلولوید هم هست. وقتی اپلی شو سلولوید میزنید یه سری، واسه یه بار دیگه یه سری اطلاعات بهتون میده، همون چیزی که بهتون گفتم. حالا این دیپندزاشه، میگفت اینا به اینا وابسته است. اوکی، حالا من نمیخوام این کار انجام بدم، میگم اپت دیپندزاش مثلا همین سلولوید. اوکی، این میگه پیمان اپ بیا بالا دیپندز های وابستگی های سلولوید رو برام بیار بالا. سعی کنید با کامپیوترتون صحبت بکنید. خوبی گنو لینوکس ها، پایتون و هر چیز دیگه اینه که باشون میشه صحبت کرد. الان خیلی محاوره میگم پیمان اپ بیا بالا، برو دیپندز های سلولوید رو برام بیار بالا. میبینی لیب C6 اینجا قطعا باید اینو داشته باشیم، لیب C6. میبینید؟ حالا میخوام یه کار دیگه بکنم. میخوام مثلا این رو، این حرکت کلیک راسته خیلی کار فولو نوبتوریه ها، اینو زدم که بدونید و اینا کار دیگه باید بکنید برای کپی کردن همچین چیزی. حالا برعکس این میخوام بگم اپت پیمان اپ یه بالا R depends این، برو ببین این کدوم یکی از این پکیجا به این وابستن. یه سری چیز میاره برای من، میگه پایتون 3 بهش وابسته است، سلولوید به این وابسته است. پس app depends R depends تقریبا برعکس هم دیگه. یه کنترل L میزنم میاد صفحه بالا. نکته بعدی که بخوام بهتون بگم، بذارم چیا نوشتم اینجا که بهتون بگم. آها، حالا میخوام یه چیزی رو نصب بکنیم. میگم که apt install، apt بیا بالا اینستال کن چیو، مثلا سلولوید خوبه، 2 تا تب میزنم که بیار بالا. پرمیشن دینای تو کی هستم؟ میگم سوپر یوزرم من.
پشماتون نریزا این حرکت دو تا هشتگی که گذاشتم. من سودو هم، من سوپر یوزرم. شما میتونید نویسه سودو apt install celluloid. اوکی من چرا کسخل شدم وایساجی بذار ببینم، انتظار ندید رمزم بهتون بگم که. خب حالا رمز گوشیمو میدونید بس دیگه. این دوره میره از مخازن‌های دبیان چک میکنه ببین همچین چیزی هست یا نیست توی مخازنش و میاره نصب میکنه. حالا اگر نبود همچین چیزی توی مخازن پکیج منیجر دبیان اصلا نصبش نمیکنه، اصلا ادامه نمیده. خب به خاطر همین بعضی از بچه‌ها میگن از اسنپ نصب میکنن، سودو اسنپ اینستال فلان. از اسنپ نصب نکنید. چرا؟ چون اگر هر چیزی که با دبیان میخونه و یکیه قطعا توی پکیج منیجر دبیان میاد، اگر نیست قطعا یه مشکلی هست که نیومده. پس از اسنپ استفاده نکنید. اوکی این داره نصب میکنه. اینجا حواستون باشه دیگه کنترل سی اینا نزنید چون داره فایلتون رو کپی میکنه. اگه کنترل سی اینا بزنید و بیایید بیرون بعداً توی یه سری فایل مشکل پیدا میکنه. خب دیگه اینستال کردنش ربطی به اینترنت نداره، سیستم بدی نیست. منتظر میمونیم، آب میخوریم. آخرش هیچی مثل آب نمیرشه، هیچی آجی. خب برای اینکه مثلا یه نیو تب هم بذارید با کنترل تی میتونید یه نیو تب هم اینجا داشته باشین. اینم گفتم که صرفا یه ذره تایممون رد شه. ایزی. خب 98% چه نمیشه تا با اون بیاد من یه ذره چک کنم اینم دیگه چی ها براتون بگم. خب حالا الان میتونم مثلا اپ لیست داش اینستال بگیرم، قطعا توش سلولوید وجود داره. خب حالا یه کنترل ان میزنم میام بالا، سلولوید هست و میخوام حذفش بکنم. میگم دوباره اپت. یه چی بهتون بگم، موقعی که بذارید یه لحظه من فایلم رو بیارم بالا و بهتون توضیح بدم. نه اینکه بری برگردی. خب رنگش عوض بکنم و ایزی. موقعی که یه پکیجی رو مثلا حذف میکنید، یادتون یه سری دیپندز داشت و با اون نصب شده بود. اون دیپندزاش اینا مثلا بودن دیپندز. بچه قول میدم که دفعه بعد یه نوت و قلم درست حسابی داشته باشم که اذیت نشیم. اینجوری وقتی شما شروع میکنید یه پکیجی رو حذف میکنید، یه سری دیپندز باش آزاد میشن. خب یه سری دیپندز باش آزاد میشن. این دیپندز مثلا فقط برای سلولوید بوده، کسی دیگه استفادهش نمیکنه، اینا آزاد میشن. اوکی وقتی سودو apt، من سوپر یوزرم، میخوام ریموو کنم سلولوید، شروع میکنه حذف کردن. اینجا کانتینیو یس رو بزنید، شروع میکنه حذف کردن. خب یه سری پکیج باش آزاد میشن، یه سری پکیج با لایبرری باش آزاد میشن. حالا برای اینکه بخوایم اون رو هم اون چیزایی که باش آزاد شدن اونها هم بریزیم دور، باید از این دستور استفاده کنیم. بذارید این تمام کنه. sudo apt auto remove celluloid.
ببینم. آره دیگه، بسته‌هایی که باش نصب شده بودن رو پاک میکنه. ببین نگاه میگه که the following packages will be removed. خب دیگه اسمشو نیاز نیست بگید اینجا. لایبرری MPV 2 و همه اینا، مثلا اینا به چیز وابسته بوده، به سلولوید وابسته بوده. حالا که سلولوید پاک شده اینا بیکار موندن. با اوتو ریموو میتونید بگید اینا رو هم دکمه‌شون رو بزن که اینا هم پاک بشن. بعد میگه که 3 تا آپگرید داری، 3 تا نیو اینستال داری، 12 تا ریموو داری، 3 تا هم آپگریدد داری. خب میگه 12 تا ریموو دارم. after this operation، بعد از این عملیات 21 مگ دیسک حافظه شما آزاد میشه. خب من خدا میگه این اتفاق بیفته، پس اینتر میزنم و اون 21 مگ حذف میشه. حالا پس ما چی شد؟ با حذف یه اپلیکیشنی خودشو حذف میکنیم، بعد میایم دیپندزاشو حذف میکنیم و یه سری کانفیگ اینجا میمونه. خب مثال، مثلا شما گوگل کروم رو نصب کردین، خب دیپندزاش هم خودکار باش نصب شده، اوکی. یه سری تنظیمات و کانفیگ ها برای گوگل کرومتون در نظر گرفتید موقعی که داشتید باش کار میکردید. این کانفیگ ها یه جا ذخیره میشن که آقا تو بعداً اگر اومدی گوگل کروم رو دوباره نصب کنی نیاز نباشه که از اول کانفیگات رو ست بکنی، بره تنظیماتی که قبلا ست کرده بودی رو بخونه بیاره و برات دوباره نصب کنه. نیاز نباشه که اون تنظیمات رو دوباره ست بکنی. حالا من میگم آقا من کلا میخوام با سلولوید خداحافظی کنم، دیپند خودشو حذف کردم، دیپندزاش هم که حذف کردم. خب حالا میخوام تنظیماتش هم حذف کنم. میگم که sudo apt -purge، اگه اشتباه نکنم sudo purge، آره sudo apt purge celluloid، یا خودشو نباید بنویسم، نه sudo apt purge. خب میگه که چیزی اصلا کانفیگی تو ست نکردی که بخواد ریموو کنه، پس عملا انجام شد. پس میگیم sudo، حالا میخوام اینا رو توی یه خط بنویسم، sudo apt remove، چجوری می نویشیم همشو با هم دیگه، sudo apt auto remove، اشکال نداره یادمون میاد با هم دیگه، -purge celluloid. حالا مثلا اینجا چیزی نمیاره. خب مثلا میتونم بنویسم VLC، اگه بنویسم میاد خودشو ریموو میکنه از قبل، اوتو ریموو میاد، دیپندزاش هم پاک میکنه، کانفیگاش هم پاک میکنه، کی و VLC رو که من نمیخوام این کار انجام بدم. یه کنترل L میزنم میاد بالا. پس اینستال و ریموو کردنم بهتون توضیح دادم. اما برسیم به یه داستانی، اینم کوتاه، اینم بگم و بعد بریم برای قسمت بعدی. میخوام این از اپت بیرونه ها. خب برای قسمت بعدی میخوام بگم. ببینم چند دقیقه شدیم ما تا اینجا، نشون نمیده. اوکی. با دستور print work directory میتونیم بگیم الان ما کجاییم، مسیرمون کجاست. میگیم home توی کیوان. خب حالا مثلا اگه cd کنم توی cd چیه؟ change directory، عوض کن. الان که کیوان بودم، برو به مثلا documents، میره تو documents. حالا اگر ls بگیرم، لیست بگیرم، چیزایی که تو داکیومنت وجود داره نشون میده، هیچی نیست. اوکی. وقتی cd میزنیم، بذار حاجی وایس اینو من توی ویدیو بعدی بگم، اینجوری زیاد میشه. آره ویدیو بعدی میگم.